من روی ویندوز از فیلتر شکن ویتوری استفاده میکنم. اولش که اوبونتو رو ریخته بودم میخواستم باز هم از اون استفاده کنم، ولی توی اوبونتو نصبش خیلی برام سخت بود. آخرش هم موفق نشدم. در عوض با یه برنامه آشنا شدم به اسم هیدیفای. نصبش روی اوبونتو خیلی راحته و میتونم بگم که اصلا دست کمی از ویتوری نداره. حتی ممکنه بهتر باشه. برای نصبش کافیه که پکیجش رو دانلود بکنید. و توی قسمت پراپرتیز حالت اکزیکیوت از پروگرام رو براش انتخاب کنید. بعد بدون انجام کار سختی یا زدن دستوری میتونید برنامه رو ران کنید. کار برنامه هم خیلی راحته. کافیه کلمات مثبت صفحه رو بزنید. اونجا میتونید کانفیگ خودتون رو اد کنید. آخر سر اون دایره وسط صفحه رو بزنید که سبز بشه، برنامه داره ران میشه.